میخوام شما رو با موجودی از افسانه‌های کهن فارسی آشنا کنم که شاید هنوز هم دور و برمان پرسه میزنند. دوالپا. تصور کنید موجودی را با بالاتنه شبیه پیرمرد اما پاهای فوق‌العاده دراز، باریک و شل، مثل تسمه. دوالپا کنار جاده می نشست و خودش را بیچاره و ناتوان نشان میداد. ناله می کرد و از رهگذران التماس می کرد که او را تا خانه‌اش کول کنند چون دیگر توان راه رفتن ندارد. دل مسافر بیچاره‌ای به حالش می‌سوخت و نزدیک می‌شد تا کمک کند. غافل از اینکه به محض قبول کردن، دوالپا با سرعتی عجیب روی کولش می‌پرید. پاهای تسمه مانندش که تا قبل از آن شل و بیجان به نظر می‌رسیدند، ناگهان محکم به دور بدن فرد می‌پیچیدند و از آن لحظه دیگر راه نجاتی نبود. رهگذر نگونبخت تا آخر عمرش اسیر دوالپا می‌شد و باید او را بر دوش می‌کشید و از تمام دستوراتش اطاعت می‌کرد. دوالپا نماد کسانی است که با فریب و مظلوم نمایی بر دوش دیگران سوار می‌شوند و زندگیشان را تباه می‌کنند. اگر شما به افسانه‌های واقعی و باحال علاقه‌مندی، کانال یوتیوب افسانه‌های پارسی دنبال کن.